بچه خوش اومدید به چنل یوتیوب من. میخوام برم توی اون کوهه که قسمت قبلی دیدیم و ببینم که چیا داره. بچه نگاه کنید اینجا رو ببینید، اینجا کوپر داره. بعد میخوام برم پایین ببینم واقعا چی چیز داره. اینا چیه؟ کاش که قبل از این که برم اول خودم مجهز میکردم. من الان نیاز به تورچ دارم. ای وای، شمشیر رو آماده کنیم و بریم به جنگ زامبی ها. فعلا که صدای زامبی نشینم. بچه اینا چیه؟ ببینم چیه. آخه منتظر اصلا منو بزنه بمیرم. زامبی اومد، زامبی اومد. چقدر زامبی بچه، کمک. نه 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 نه، از این بر نیا، از این بر نیا. من واقعا بدون تورچ نمیتونم زنده بمونم. اوه بالاخره کوهی که دنبالش بودیم. بچه من هرچی جلو میرم که یه پله چیزی پیدا کنم برم بالای کوه، میبینم این کوه اصلا پله نداره بلکه سوراخ هم داره. بچه گوسفند صورتی پیدا کردم. گوسفند صورتی. من این همه زحمت کشیدم، کرافتینگ تیبل بساز، تخت بساز، آخر چی میگه؟ من الان این همه زامبی جوری از بین ببرم؟ تو خدا بخواب. چه من باید هر جور شده اینو بکشمش. کجا رفتی تو؟ بله، من زدم روی تخت و خوابید. واقعا نمیدونم چرا صبح نمیشه. صبح شد، چه صبح خوبی. وای بچه ها اینجا رو نگاه کنید، ببینم تو چسته چی داره. واقعا چست لازمه. طلا. این دیگه چیه؟ بنفش رنگه. همین زامبیه که پشت سرم بود میزنه و میمیرم. یا خدا یا خدا یا خدا کمک. وای نه تو رو خدا، تو رو خدا نه تو رو خدا بمیر. با بد شانسی از این بالاتر همه پیککسام مصرف شد. هیچ پیککسی ندارم. باید سریع برگردم پایین. من برای بار سوم توی این جنگل درندش مردم و همچین چیزی رو پیدا کردم. من نمیدونم این چیه. هیچی به هم نمیده. فکر کنم یه قارچ گنده است. بچه خیلی جالب، ولی من نمیدونم کجام و دوباره گم شدم. لاواهایی که جمع کرده بودم همش رو منو زامبیه زد، ریختش زمین. من گم شدم. یکی کمک کنه. کسی هست؟ من همیشه یه ابتکاری دارم. مثلا گیر میافتم یه چاه میکنم درشو میبندم تا صبح بشه. همون جاییه که من ازش رو پیدا کردم، ولی متاسفانه من نمیدونم خونه من کجا. چقدر چه باید رو دیدم. چمن سمینمو پیدا کردم. دیگه پیدا کردم کجا باید برم. الان سوار قایقم میشم، مستقیم میرم به سمت کوه درختای صورتی. اونجا ماگما میکنم، دوباره مستقیم میام به سمت خونم. صدای زامبی شنیدم. خب بچه ها، اینم از جستجوی ما در کوه. لایک و کامنت یادتون نره. تا قسمت بعدی، خدافظ.